سلام بچه، اومدیم بریم ببینیم تو کدوم روم ما رو راه میدن با لول 33. مطمئنا هیچ رومی نباید راه بده. یه پرتعداد این خوبه. ببینیم اینا ما رو راه میدن. فعلا کیک نکردم ولی تعدادشون کمه. کیک کردن. این خوبه، تعدادش بالا. ریخت. با لول 33 هر جایی برسم کیک میکنن. 5 بار دیگه تلاش کنم نشد بینونیتی به 50 تا آساب برسم میریم پخش زنده استریم. بچه شما اگه خواستین بیاین دوئل آیدیتون رو داخل کامنت همین ویدیو بذارین بریم دوئل. داداش کیک میدی پایین؟ داداش کیک میدی پایین؟ کیک میدی؟ بچه من به این بنده خدا راه دادم که بیاد پایین، خودم اسپکتیتور شدم. الان میخوام برم بیرون. بچه وارد یه روم جدید شدیم ولی بازم ما رو کیک کردن. یه جای دیگه میریم، اگه راه ندادن دیگه ولدش. اینجا من وایس هم باز میکنم. خب بچه دیگه فکر نکنم کیک کنه. نه خدا رو شکر دیگه کیک نکرد. ببینیم ردی میکنه. بچه من میرم تا موقعی که ردی کنه. بچه ردی کرد، الان اومدیم تو بازی. گان نمیدونم چیه، 1v1. Destroy the objective. We got the bomb. بچه داخل کامنت ها شما دستشاتون گرفت. You've entered the bomb site. نه نیست. رفته کمپیده. کمپ هم نیست. بچه اگر خواستین بهتون آموزش این سه تا دوتا رو بزنم. یکیش همین، یکیش هم دست چپ و راست، یکیش هم این. بزنم آهان پایین سمت راستم اونه یه دکمه هسته، میتونی نیدو با دودزا رو از هم جدا کنی. وای دیدمش. رگیبالی کشیده یارو. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. خب ما هم رگباری میکشیم اینجوریه. Destroy the objective. Bomb acquired. تیر جدید کلاف. خفن میزنیم به ساده ترین حالت ممکن. بچه اگر خواستین اتچمنت دیل رو توی شورت ویدیو بذارم. اتچمنت دیل هم چون خیلی سریعه. Destroy the objective.
BP50 هنوز got واسه the bomb. تسلیم نشدیم چی میدن. بیرمش Lost the bomb. گانش چیه؟ Lost that round. It's not over yet. Ready up. لولش رو ندیدم دقت نکردم. Destroy the objective. یه هد Bomb acquired. بزنیم. اینم هد Nice شد. work. Ready for the next بچه round. کلاف یه باگی که داره اگه رو شونه هاشم بزنیم هدشات میشه. این اسنایپم تازه گرفتم. Destroy اینو the برای objective. ستاسمنتی نچیندم. اینم از این Nice work. Get ready for the next round. کامبک طلایی آنسیفیلیک. اسم جدیدی کلابم خیلی خفنه ولی یه بدی که داره خیلی حالت بد میده. راحت نمیشه باش میزن و قلب داره. اینجا نه یاد چی میشه اینو بگیره. The bomb has been planted. اینجا از اینجا میریم تو کجا کمپیده. بعد بوم اینم از این. Nice work. Get ready for the next round. یاری لیولش رو نگاه نکردم. بچه دیل هم اینه 4 تا تیر داره. Defend the objective. خودش بده ولی دیگه تا طرف دمیج بشه طرف کور میکنه چند ثانیه. شما راحت میتونیم بزنیمش این وقت. اینجا خیلی زرنگ از اینجا نمید. اگر خواستیم بازم ویدیو گیم پلی بذارم بگیم. ماینکرافت هم دارم. حالا شما بگیم کالاف یا ماینکرافت کدوم بیشتر دوست داریم بذارم. دوباره رفته ای اصلا ایفتیه Bomb spotted. آره ایفتیه خودتا همیشه آدم خوبی باشی. فینیشش رو بگیریم. هیچ وقت فینیش یه AFK نگیریم. مثلا اینجا من اینجا اینو بزنم دارم فینیش میگیرم. اینو فینیش AFK به این میگم اپیده یازی اما این کارو نمی کنم. این بازیکن میره جلو. بچه من میرم فعلا هر موقع از AFK در اومد یا از بازی لفتاد دوباره میام. بچه من چنل رو ساب کردم طرف نیومد لفت داد از بازی و میخواستم اتچمنت دیل رو بهتون بگم که اگر خودتون درخواست کنین میذارم. بچه یه باگی که هسته حالا من خودم اینو تو یوتیوب دیدم میگه اگه این جعبه هاتونو همین بنفشه رو برین توی بخش زامبی بزنین مثال بیاین اینجا
بریم تو بخش زامبی اینجا بزنید بهتون 2 برابر مال متیکو میده. من یه بار تست کردم، یه بار در میون برای من انجام شده نکرد. من یه بار میزنم متیک نداد، ولی اپیکاشو شانسشو 2 برابر کرد که لجند بشه. 20 تا از این جعبه گرفتم. حتی شما کیوکیونه رو بیشتر دوست دارین یا یوزی رو؟ من خودم یوزی رو بیشتر از کیوکیونه اوتیکش قوی تره، یوزی اتچمنتش قوی تره. تا ویدیوی دیگر